این غذا به شدت خوشمزه است و خیلی خوشبو هستش. خیلی ها. یه کوچولو روغن من کف قابلمه میذارم، خب، و بعد پیازا رو بهش اضافه میکنم. پیازایی که خلالی شده باشه، حالا دوست ندارین میتونین نگینی هم خورد بکنید و بذارید. اصلا نگران نباشید، این پیاز کاملا آب میشه تو غذا و اصلا مشخص نیست. خب الان مرغا رو روی پیاز کامل میشن. اگر شاغل هستی، کار داری، سرعتی مهمانی اومد واسط و اینا، این خوشمزه ترین غذایی که میتونم بهت بگم سرعتی پخته میشه و خیلی هم خوشمزه و کار چیزی اضافه ای نداره، قرفر نداره. به این سیرا رو هم بهش اضافه میکنم و ادویه هایی که همیشه تو کپشنم می نویسم اضافه میکنم به مرغا به این صورت و یه کوچولو دوباره من روغن اضافه میکنم. خب یه کوچولو، زیاد نه که چرب نشه، چون به هر حال مرغ خودش چرب هست. خب یه کوچولو روغن من اضافه میکنم. کشمش پلویی هم اضافه میکنم. دوست دارین توش گردو باشه میتونین گردو هم بذارید. خب میذارم یکم بخار که کرد، تقریبا نیم ساعت 1 ساعت بخار که کرد. خب میام مرغایی که گذاشته بودم میام برعکس میکنم که طرف دومشون هم سرخ بشه. به این صورت نگم ابوش اینقدر خوشبو هستش که حد و حساب نداره. خب من دوباره پیاز خلال کردم چون بعدش میخوام برنجا رو بریزم. گذاشتم سر دیگه میذارم یه کوچولو بخار بکنم و اوور برنجم هم آبکش میکنم. نگاه کنین این اندازه آب انداخته و خیلی هم عالی هستش. پیازه هم آب میشه، نگران نباشید. برنجی که من آبکش کردم روی مرغا میریزم و میذارم بخار بکنه. به محضی که بخار کرد زعفرون بهش میذارم و میذارم 20 دقیقه تا نیم ساعت دیگه حسابی دم بکشه و زعفرون بره تو خوردش. و پایان کار به این صورت هستش. فوق العاده خوشمزه، عالی و زود. در عرض تقریبا 1 ساعت و نیم این غذای آماده میشه و خیلی خوشمزه است. اگه دوست داشتی ممنون میشم اینکه لایک بکنی، شیر بکنی و سیو کن که هر وقت کار داشتی این غذا تو بپزی. نوش جان همه.